سلام بیننده های عزیز تلویزیون مهر. شما بیننده برنامه کاندید به طور مستقیم از تلویزیون مهر هستید. مهمانان ما طبق معمول ما 4 مهمان می داشته باشیم در 2 بخش برنامه. مهمانان امروزی ما محمد صادق و محمد زلمه صادق و همچنان دوست محمد راغب هست. میخوایم در مورد نشانه های انتخاباتیشان و همچنان نمبر انتخاباتیشان بر شما معلومات بدیم. محمد زلمه صادق که شماره انتخاباتیش 108 و نشان انتخاباتیشان یک پکه برقی هست، متولد سال 1336 در ولایت بلخ می باشه و همچنان اینا مکتب در لیسه باختر به پایان رساندن. بعد از او هم دارالمعلمین البته در باز هم در دانشگاه بلخ به پایان رساندن. اینا 11 سال خدمات اداری و همچنان اجرایی را در یکی از ولسوالی های ولایت بلخ که ولسوالی چاربلک هست انجام دادن و بعد هم مدت 2 سال مدیر سیستم عضویت هلال احمر بلخ در سرمیاشت اجرای وظیفه کردن. و همچنان مهمان دیگه ما دوست محمد راغب هست. دوست محمد راغب که شماره انتخاباتیشان 59 و نشان انتخاباتیشان 3 نوک قلم هست، متولد سال 1337 در ولایت بلخ می باشه. اینا هم مکتب در ولایت البته مکتب باختر با پایان رساندن. اینا حدود سالیان 61 فن سخنرانی را آغاز کردن و الحال ادامه داره در محافل قرآنی و همچنان فعالیت های در انجمن قرآنی انجام دادن که فعلا همچون فعالیت ها را انجام میدن و اخیرا اینا مدیر مسجد و مدرسه امیرالمؤمنین هست. مهمانان ما سپاسگزار هستیم از شما، از حضورتان، از اینکه وقتتان به برنامه ما دادین. در نخست میخوایم تفاوت 1 سال هست. ما سوال اول به اون تفاوت اختصاص میدیم که سال 36 میخوایم ازش بپرسیم. آقای صادق میخوایم بفهمیم که شعارتان چی هست؟ تشکر. شعار ما 2 شعار داریم. یکی از بین بردن تبعیض، هر نوع تبعیض نژادی، سمتی و قومی باشه و شعار دوم ما تحکیم وحدت و اتحاد میان تمام اقوام با هم برادر در کشور و ولایت هم می باشه. تحکیم وحدت اتحاد. خب میخوام بفهم آقای راغب که شعار شما چی هست و زمانی که در پیکار وارد شده این با چی شعاری؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. شعار بنده اگر خدا کمک کند اخلاق اسلامی، عدالت اجتماعی، پیشرفت اقتصادی و توسعه علمی هست. اخلاق اسلامی، بله، عدالت اجتماعی، پیشرفت اقتصادی و توسعه علمی. بسیار خوب. ما میخوایم از آقای صادق بپرسیم که ما چطور میتونیم در شورای ولایتی بوده تبعیض از بین ببریم و همچنان موضوع دیگه که شما میگین تحکیم وحدت. شورای ولایتی شما هم میفهمین که نه چندان آدرسی هست که شما بتونین چنین موضوعاتی که مطرح کردین مثل تبعیض و همچنان تحکیم وحدت در اونجا قابل بحث باشه. وظایف دیگر هم اونا دارن، ولی شما با کدام دیدگاه، با کدام نظر البته واردی پیکار شدین با این شعار، آیا میتونین شما در شورای ولایتی بوده تبعیض از بین ببرین و همچنان تحکیم صلح و وحدت بسازید؟ بسیار زیاد تشکر. البته ما و شما در جامعه قرار داریم که در او تقریبا بیشتر از 35 سال جنگ و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها گذشته و اکنون که ما در مرحله قرار داریم که باید از این نابرابری ها یک قدمی برداریم، بتانیم بعضی مسائلی که در سابق ما و شما را لمس کردیم یا دیدیم آهسته آهسته با کمک هم دیگر این را ما کاهش بدیم و بتانیم اگر از طریق شورای ولایتی باشه یا از طریق شورای محلی در این مسئله تنها یک موضوع را ما میخوایم واضحاً بیننده های ما بفهمند که آیا محمد زلمه